و بزرگان ملت اسلام این شبها را بزرگ می شماریدن، حتی خوشبویی می کردند، زیب و زینت می داشتند، زیب و زینت های خود می گرفتند در این شبها. ابن جریر طبری امام مفسرها میگن که کانوا یستحبون ان یغتسلوا کل لیلة من لیالی العشر الاواخر. علمای گذشتگان از صحابه ها و تابعین و تبع تابعین مستحب میدانستن هر شب دهه آخر غسل میکردن. یعنی پیش از آمدن شام مثلا بعد عصر یک غسل میکنید و غسل آدم زنده و بردم میکند. بعد لباس های تازه میپوشید. شما در خودتون زیب و زینت میتید، یعنی سر و لباس های خوشورتون رو میپوشید. این شبها را یعنی که با لباس های تهپوشی و خانه پوشی نماز نخوانید. الله تعالی عموما در غیر این دهه هم خذوا زینتکم عند کل مسجد، شما زیب و زینت خود را گیرید در پیش هر یک مسجد. یعنی وقتی نماز میخوانید با زیب و زینت ایستید به نزد الله جل و علا. و کان النخعی یغتسل کل لیله. ابراهیم نخعی تابعین بودند، شاگرد عبدالله بن مسعود، هر شب غسل میکردند. وقال ثابت وكان لتميم الداري رضي الله عنه حلة اشتراها ب1000 درهم. حضرت تمیم داری کس یگانه شخصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از این حدیث روایت کرده. همه صحابه ها حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث گفتند میگفت، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که باره حدثنی تمیم الداری، و من تمیم داری حدیث گفت، یعنی سخن گفت. تمیم داری شخصیتی بود که مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم بار اول چراغان کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه تمیم بزرگسال بود و زن و فرزند داشت، گفتن که کی مسجد روشن کرد؟ گفتن تمیم. گفتن تو خانه، یعنی مسجدی که روشن کردی، تو فقط مسجد روشن نکردی، تو دین مقدس اسلام را روشن کردی. الله تعالی دنیا آخرتی تو را روشن کند. اگر در خانه دختری بی شوهر می داشتن، برآورده به تمیم خانه دار می کردن. یعنی راضی بودن که این حضرت به خودشان داماد گیرن. و حضرت ثابت بنانی میگوید که تمیم داری یه لباسی داشت، حله، یعنی اون وقتا یعنی یه پارچه لباسی که بالایش ریدا میگفتن، پایانیش ازار میگفتن، هر دوش باشد یک رنگه باشد حله میگفتن. یه حله داشت به 1000 درهم خریده بود. 1000 درهم، یه درهم یه وقتی من حساب کرده بودم 10 سال پیشا 11 سامان بود. اگر 20 سامان گوییم یه درهمه، 1000 درهم یعنی که قریب 40,000 سامان میشه. 20 سامان باشد یک درهم، 1000 سامان ما 20,000 سامان، 40,000 سامان، یعنی قیمت بود است. یا لباس داشتین به 1000 درهم خریده بودین. کان یلبسها فی اللیلة التي ترجى فیها لیلة القدر. همه لباسشون شبیه که امید کرده میشد که این شب قدر است، یعنی در 10 شب آخر میپوشیدین. یعنی هر روز نمیپوشیدین، شبای قدر به اون لباس قیمتشون میپوشیدین. بنابراین برادرای عزیز، فقط نماز خواندن و ذکر کردن نه، به این چیزا هم اهمیت دهید. بعضی علما هر شب صدقه میکردن، چون که اگر به شب قدر موافقت کنند، گویا شما 83 سال خیر و سخاوت کردید.